آیا طوطی یا کلا پرنده‌های زینتی رو فقط باید توی قفس بذاریم؟ واقعیت اینه که قفس فقط خونه و جای امن طوطی‌ها هستش و اگه همیشه داخل قفس بمونن دچار استرس، پرکنی و یا حتی مشکلات عضلانی میشن. و بهترین کار اینه روزی 3 ساعت اجازه بدید پرنده از قفس بیرون بیاد، ولی توی محیط کنترل شده باشه. یعنی محیطی باشه که فضا بسته باشه، پنجره باز نباشه و پرده اتاق رو حتما بکشید تا بیرون رو نبینه. و وسایلی مثل انواع لوازم برقی مثل شارژر و کلا وسایلی که سیم دارن توی محیط نباشه و تا حد امکان خودتون هم توی اون محیط پیش پرندتون باشید. اما یه نکته‌ای که وجود داره در مورد قناری هستش که برخلاف طوطی‌ها پرنده‌های آوازخوان و تماشاگری هستن و اونقدری نیاز به پرواز داخل فضای آزاد خونه رو ندارن و قفس بزرگ و استاندارد براشون کافیه، چون آزاد پرواز کردنشون داخل خونه میتونه خطرناک باشه. من دکتر مهدیار هستم و اگه میخوای هر روز یه مطلب در مورد حیوانات یاد بگیری حتما پیج ما رو دنبال کنید. تا موضوع بعدی، خدا نگهدار.